قیمتش خیلی ارزون بود. یعنی نمیدونم قرار برینم تو موهام، قسم قرار برینم تو موهام، شک ندارم با این قیمت که چی میدن. واقعا یادم سال فکر کنم مثلا شاید 10-15 تومن بود. امیدوارم که بیریخ نشیم دم عید. ببینید واقعا بامزه شد، یعنی خیلی خوشگل شده. بهتون پیشنهاد میدم حتما انجام بدین. یعنی انقدر خوشم اومد که مثلا شاید سری بعد آلبالویش و اینا رو بگیرم. خیلی بامزه شد. سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. بعد از مدت ها من آدم، یعنی از بلندی موهام نظر ویدیو قبل میتونم بفهمم که چقدر گذشته، ولی حالا شاید 1.5 ماه اینا باشه و مهمترین دلیلش کنکور ارشد من بود. کنکور ارشد تربیت بدنی دادم و حالا قبل از اینکه رتبه بیاد میام واسهتون تعریف میکنم که چجوری بود. اصلا کنکور ارشد میخوایم بدین چی کارا باید بکنید. این مدت کلا درگیر خیلی چیزا بودم. یکیش کنکور ارشد بود و کلا خیلی دارم از اون دایره امنی که داشتم خارج میشم از همه لحاظ. و موضوع بعدی که یه سری تغییرات دکور اتاق دارم و هنوز کامل نشد، ولی ذوق دارم اون زودتر تمام بشه که روم تور بگیرم واسهتون. یکی از ایده‌هایی که دوست دارم بگم واسهتون روم توره. هیچ تغییری تو ذهنم نبود که میخوام واسه عید ایجاد کنم. اونجایی که تا حالا من موهامو رنگ نکردم، چه آرایشگاه چه خودم، اصلا تا حالا رنگ نکردم و هیچ علاقه‌ای هم نداشتم. امروز پنجشنبه بود و از خواب بلند شدم، گفتم که خب برم یه دوش بگیرم و اینا. قبلش گفتم یه تغییر ایجاد کنیم دیگه دم عید و این حرفا. میخوام که خودم تو خونه رنگ بزنم، ببینم که اصلا نتیجه چی میشه روی رنگ موه مثلا انقدر مشکی که تا حالا هیچ رنگی نگرفته و اینا. میخوام ببینم که فقط خود رنگو با اکسیدان قاطی کنم بزنم ببینم اصلا رنگ میگیره یا نه، نتیجه چه شکلی میشه. مثلا غیر رنگ ریسکیه، قرمز آتیشی طور اینجوری. بریم اصلا چیا داریم که بخوایم باهاش مومون رو رنگ کنیم. من اینجور مدل ویدیو رو بهشون میگم خوشگل سیان. اومدین خوشگل سیان کنیم. واقعا کمترین چیزی که میتونین برای یه رنگ توی خونه داشته باشین و خودتون بزنید یه رنگ اکسیدان از این قلم‌ها و یه چیزی که توش اینا رو هم دیگه قاطی پاتی کنید. ازتون چقدر بر رنگ بریزم. بعد اول که اینو گرفتم فکر می‌کردم فقط این یه تیکه پایین میخوام بذارم، ولی همینجوری الان حال کردم که کل موم بذارم. یا انقدر بد میشه که از خونه نمیتونیم بیایم بیرون، یا اینکه اصلا رنگ نمیگیره، یا اینکه واقعا باحال میشه. دیجیکالا سفارش دادم، اونجا که همه چی ما از دیجیکالا میگیرم. الان اینم ریختم تو این. قیمتش خیلی ارزون بود. یعنی نمیدونم قرار برینم تو موهام، اصلا قرار برینم تو موهام، شک ندارم با این قیمت که چی میدن. واقعا یادم سال فکر کنم مثلا شاید 10-15 تومن بود رنگ مو، مثلا 10-15 مثلا رنگ مو 10-15 تومن. بریم اکسیدان بریزیم. چرا اکسیدان باید بریزم؟ کلش رو ریختم میگه مثلا رنگ اضافه میکنه. بچه خیلی بامزه شد با اکسیدان قاطی کردم. یه صورتی شد تو نور چیز نارنجی میزنه ولی در واقع رنگ صورتی شده. خیلی بامزه است. حتی این دستکش هم ندارم که دستم رنگی نشه که نهایتا دستم رو با اسید میشورم. خب بعد تقسیم کنم موهامو. آیا دونی بزنم ببینم که احساس میکنم اکسیدن کم بود، یعنی رنگ زیاد بود. جوگیر شدم، رنگ زیاد ریختم. بعد تو وسط اتاق دارم نمیزنم اونم ببینه. خب بریم همینجوری که داریم گم میزنیم تو موهامون یه صحبتی داشته باشیم. اصلا اول بگیم مثلا ارشد لحظه چه کسایی میخوره دستمو. ارشد به درد اونایی میخوره که لیسانس دارن، گزینه 1 لیسانس دارن، رشتهشون یه جوریه که با لیسانس نمیتونن کار کنن. واقعا با لیسانس نمیشه کار کردن، خیلی باید متخصص باشین تا بتونین کاری انجام بدین. ارشد به درد شما میخوره. برین ارشدتون رو بخونید، انشالله که خداوند یار و نگهدارتون باشه و موفق باشید تو کارتون. از گروه اول یه چی رفت تو چشم.
مثلا دندونام بالا رو ارتودنسی کردم، ما نور میزنه فکر کنم یه شکلی سیاه نشون میده دندونام، فک بالا رو ارتودنسی کردم. بعد یه مدت باید برم واقعا، یعنی آرایشگرای مویم کلیپو ببینن فوش و لعنتیه که میفرستم، برگاشو میریزه. حتی تقسیم کردنمون رو دیدیم. دارین الان با لیسانستون کار میکنید، ولی نیاز داریم برای اینکه کار بهتری بتونید انجام بدید برید ارشد بخونید. شما که جز اون دستم الان دارم کار میکنم، ولی خب کلا دوست دارم فیلد کاری رو عوض کنم، یعنی که تو کار الانم بهتر باشم، چون تو کار الانم میتونم با تجربه بهتر باشم، خودم لول اپ کنم بدون ارشد. ولی خب برای اینکه بتونم چیز کنم فیلد کارم کلا تغییر بدم، برم تو فیلد درمان، یعنی حرکت اصلاحی آسیب شناسی بخونم، برم کلا تو فیلد درمان. به همین علت بچه‌ها من صورتم احساس میکنم خیلی بیشتر رنگ گرفته موها. به همین علت میرم ارشد میخونم. خب این از گزینه دوم. گزینه سوم، حال کار کردن نداری، بری تجربه رو خود جمع کنی، میخوای که با مثلا تحصیلاتت بهت بها بدن، نه اینکه حالا بری 5 سال خاک خوری کنی. بخاطر خاک خوری کردن سخت ترین بخش کار دیگه. میخوای مثلا بری یه جا بگی که آقا این دکترا داره، بهش اعتماد کنی، که از این خبرها متاسفانه یا خوشبختانه خیلی کمه. یعنی تو تجربه کار باید داشته باشی الان این دور زمانه. پس کار کردم عادیه، انقدر این داره میره نمیدونم چیه میره تو چشمم. خب یارو حالا این که بره حالا تجربه کاری و سختیش و اینا رو چیز کنه نداره، میگه که مثلا آینه هم نمیبردم اونجا تو دوربین، میگه که آقا من میرم درس میخونم که دقیقه درسه بهم بها بدن، که اشتباه ترین کار همینه. شما میری دکترا میگیری میشه 27 سالت، بعد میای میبینی هیچی به هیچی، تجربه کار نداری، هیچ بهت اعتماد نمیکنه، یه ضربه بزرگ اون موقع میخوری، ناامید میشی. آقا من با دکترا این همه تحصیل هم دانشگاه برو کنکور بده، چرا هیچکی منو آره دقیقاً اینه که خیلی پیشنهاد نمیدم با این طرز فکر برین چیز کنید. اگه دارین درس میخونین خودتو درگیر کار هم بکن. بپیچم نایلون بکشم روش، ببینیم خدا چی میخواد. سلام، از فردای همون روز که با هم رنگ میذاشتیم من تقریبا 1 ساعت و نیم گذاشتم رنگ رو موهام موند و به طوری که اصلا فکرش نمی‌کردم جواب بده روی موهام رنگ گرفت. من رنگ لایت رو خاموش کردم برای اینکه بتونید این شکلی ببینید. حالا با نور یه حالت هایلایتر قرمز شده تو موهام و خیلی خوشگل شده و رفتم شستمش و بافتم بازش کردم که تو این حالت هم ببینید واقعا بامزه شده، یعنی خیلی خوشگل شده. بهتون پیشنهاد میدم حتما انجام بدین، یعنی انقدر خوشم اومد که مثلا شاید سری بعد آلبالویش و اینا رو بگیرم. خیلی بامزه شد دیگه. خوشگل کردیم واسه عید و دیگه. راجع به بقیه چیزایی که داشتیم راجع به ارشد حرف میزدیم حتما دیگه ویدیوی کامل واسش میگیرم. مامچون زود باز کردم خیلی فرش قشنگ فر نشده، اینور بهتر شده، فرش ریز سر بود. بعد آره دیگه راجعش میگیرم و کامل و مفصل حرف میزنیم با هم راجع به کنکوری که دادم و اصلا بهتون میگم اگه دارین آماده میشین واسه کنکور چجوری برنامه‌ریزی کنید، چجوری بخونید، چقدر اصلا نیاز بخونید یا نه و اینا. اینم که نتیجه داد. اگه میخواین بگیرین خودتون تو خونه بذارین، خوشگله واقعا. همین، خودتون باشین.